با سلام خدمت دنبال کنندگان ایرانیان پی سی. تو این آموزش یه برنامه‌ای رو میخوام بهتون معرفی کنم برای تبدیل یا همون کانورت ویدیوهایی که با گوشیتون میگیرید. تو خیلی موارد وقتی شما یه فیلمی رو با گوشی آیفونتون میگیرید، اگر اون انتقال بدید روی حالا داخل تلگرام شبکه اجتماعی ارسال بکنید، روی خیلی از گوشی‌ها باز نمیکنه یا اینکه لگ داره، تیکه تیکه باز میکنه و این نیازمند اینه که شما تبدیل کنید و با کیفیت خوب. داخل اپ استور میشید و می نویسید ویدیو کانورتر، سرچتون رو انجام میدید. این نرم افزار ویدیو کانورتر، این نرم افزار نصبش انجام بدید. کار باش خیلی راحته. روی گزینه کانورتر کلیک میکنید. اینجا هم میتونید فیلم بگیرید، هم میتونید اطلاعات از گالریتون یا از های کلودتون فیلمی که میخواین آپلود بکنید. یک کامرا رو ما میزنیم، برای مثال این فیلم رو انتخاب میکنیم. داخل این گزینه میتونید فرمت انتخاب بکنید که روی اورجینال خودش یا MP4 میتونید بذارید و میبینید که فرمت های خیلی زیادی رو هم ساپورت میکنه. رزولوشنش اینجا میتونید انتخاب بکنید، فریم ریت و حالا ساب تایتل و اینکه کانورت رو میزنید. اینجا میتونید اسمش انتخاب بکنید یا اینکه میگه اسم اورجینال خود فایل رو انجام بده. روی این کانورتن اسپیدش بیشتر من پیشنهاد میدم رو دیفالت باشه، چون کیفیت بعضی اوقات خراب میکنه. و گزینه استارت میزنید، یه تبدیل نشون میده که معمولا که هر 5 دقیقه فیلم کانورت میکنه یه تبدیل با تبدیل کوتاه. هم تبلیغش تموم شد، ضبط رو میزنیم. میبینید که اینجا انجام شد و اینکه نوشته سایز شده 28 مگ، رزولوشنش 1080. گزینه هم سیو داره، میتونید تو گالریتون سیو کنید، هم گزینه شیر رو اگر بزنید میتونید که از گزینه سیو تو فایل استفاده بکنید و داخل خود فایل گوشیتون این کار رو انجام بدید و اینجا مثال سیوش بکنید. گزینه فایل منیجر این هستش، این گزینه این فیلمی هستش که ما آپلود کردیم. همینجا میتونید شیر کنید، کیفیتش هم برید شما خراب نمیشه. ببینید که کیفیتش